سلام دوستان عزیز، به برنامه صدای من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد یکی از پدیده‌های صحبت کنم که شاید خیلی از ما باهاش دست و پنجه نرم کردیم و ممکنه تاثیر منفی زیادی روی زندگیمون گذاشته باشه. نشخوار ذهنی. این اصطلاح شاید در ابتدا کمی پیچیده به نظر بیاد، اما احتمالاً هممون باهاش آشناییم. براتون پیش اومده که یه اتفاق بد یا حتی یه فکر بی اهمیت تو ذهنتون بارها و بارها تکرار بشه، جوری که انگار اصلاً نمیتونین ازش خلاص بشین. به این تکرار و مرور افکار به شکل ناخواسته نشخوار ذهنی گفته میشه. در واقع نشخوار ذهنی یعنی گیر افتادن در چرخه فکر کردن به یه موضوع خاص که اغلبا ناخوشاینده. برای خیلی های نشخوار ذهنی میتونه به شکل تکرار اشتباهات گذشته یا فکر به آینده‌ای باشه که هنوز نرسیده. اما چرا این اتفاق میفته؟ یکی از دلایل اصلی این پدیده میتونه اضطراب و استرس باشه. وقتی ذهن ما با شرایط پر استرس روبرو میشه، تمایل داره که به مسائل و مشکلات توجه بیشتری کنه. انگار که با مرور کردنشون بتونه راه حلی پیدا کنه، ولی گاهی این تمرکز و مرور به جای حل مشکل تبدیل به تکرار افکار منفی میشه و به نوعی زندانی اونا میشیم. این نوع تفکر میتونه تاثیرات زیادی روی زندگی ما بذاره. مثلا ممکنه تمرکز ما رو پایین بیاره، کیفیت خوابمون رو کاهش بده یا حتی باعث میشه از لذت لحظه های حاضر بی بهره بمونیم. نشخوار ذهنی میتونه ما رو از فعالیت های روزمره‌مون باز داره و حتی روی روابط اجتماعیمون هم تاثیر بذاره. وقتی ذهنمون درگیر مرور افکار منفی یا نگرانی‌های بی‌پایانه، ممکنه کمتر به آدمای اطرافمون توجه کنیم، کمتر از لحظه ها لذت ببریم و احساس منزوی بودن کنیم. حالا چطور بفهمیم که دچار نشخوار ذهنی هستیم؟ یکی از نشونه‌های اصلی اینه که یه فکر به صورت تکراری تو ذهنتون بیاد و نتونین اونو متوقف کنین. ممکنه متوجه بشین که درگیر یه فکر قدیمی شدین و هر چقدر هم که تلاش میکنین ازش فاصله بگیرین، دوباره برمیگردین به همون نقطه. این حالت میتونه نشونه نشخوار ذهنی باشه. خبر خوب اینه که راهکارهایی برای کاهش نشخوار ذهنی وجود داره. بیاین چند تا از مهمترین روش‌ها رو اینجا با هم بررسی کنیم. روش اول که برای خود من خیلی موثر بوده، تمرکز روی لحظه حاله. این یکی از موثرترین راه‌ها برای کاهش نشخوار ذهنیه. وقتی تمام تمرکز خودمونو روی کاری که در لحظه انجام میدیم بذاریم، کمتر فرصت داریم به افکار مزاحم و تکراری بپردازیم. روش دوم استفاده از فعالیت‌های حواس پرت کننده است. زمانی که ما متوجه میشیم درگیر نشخوار ذهنی شدیم، بهتر خودمون رو با یه سری فعالیت‌هایی مثل ورزش، کتاب خوندن یا حتی حل جدول سرگرم کنیم. این فعالیت‌ها میتونن ذهن ما رو مشغول کنن و از چرخه افکار منفی دور کنن. روش سوم میتونه یادگیری تکنیک‌های آرامش بخش باشه. تمرینات تنفسی عمیق، مدیتیشن و حتی تکنیک‌های آرامش عضلانی میتونن به ما کمک کنن تا استرسمون رو کمتر کنیم. این روش‌ها به ذهن ما فضایی برای آرامش میدن و ممکنه باعث بشه که کمتر به افکار منفی گیر بدیم. روش چهارم صحبت با دیگرانه. یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با نشخوار ذهنی صحبت کردن با دوستان، خانواده یا مشاور و روانشناسه. وقتی افکارمون رو با کسی به اشتراک میذاریم، احساس بهتری پیدا میکنیم
و ممکنه حتی راه حل‌هایی برای مشکلاتمون پیدا کنیم. روش پنجم که اینم یکی از روش‌های مورد علاقه منه، یادداشت کردن افکاره. بعضی وقتا نوشتن افکارمون روی کاغذ میتونه کمک کننده باشه. وقتی فکرامون رو بنویسیم انگار اونا رو از ذهنمون بیرون آوردیم و راحت‌تر میتونیم اونا رو مدیریت کنیم. امیدوارم این تکنیک‌ها واقعا بتونه تو زندگی به شما کمک کنه. همونطور که گفتم نشخوار ذهنی مشکلیه که خیلی از ما باهاش مواجهیم. اما لازم نیست همیشه تحت تاثیرش بمونیم. با کمی تمرین و استفاده از تکنیکایی که گفتم میتونیم به آرامش ذهنی و حضور بیشتر در لحظه نزدیکتر بشیم. امیدوارم این صحبت‌ها براتون مفید بوده باشه و بتونه به شما در مسیر کنترل افکارتون کمک کنه. تا برنامه بعدی مراقب خودتون و ذهنتون باشید. خدا نگهدار.